خیلی بزرگه، کالاماریه. و اینقدر شلوغه که به زور پارکینگ پیدا کردیم. الان داریم میریم یه چیزی بخوریم و من توانایی رو دارم که بشینم دعوا کنم با بقیه، اینقدر گشتمه. خب گرمی آیلند چند تا ساختمان بزرگ داره که اینا قسمت مثلا یه قسمتش بازار میوه ها، غذا، یه قسمتش چی داره؟ مثلا چیزایی مثلا دستبند درست کردن و لباس و کلاه و اینا داره، ولی اکثرش غذاه و کافی شاپ. دیگه ما میخوایم یه چیزی بخوریم، یکم بگردیم و بریم کافی شاپ. این چه باحاله، میگن مثل که طریقه سیمان درست کردنه. کسایی که تو کانادا میدونن این هوا نعمت، واقعا دیدن هوای آفتابی جز عجایب ونکووره که شما فقط تو 2-3 ماه، همون 2-3 ماه هم کلی بارون میاد میبینید. این از مارکت اول. بچه اینا باب ویدیوهای منه، کلی میوه های عجیب غریب میارن و ببینید ماهی و بچه این پنیر شکلاته، چه باحال. چیه این؟ بابیره، بابجوه. بابجوه. چه باحال. این دوتا رو میگیرم، میدونش با لیمو، یکیش با شکلات. بچه اینم گوشت خوش شده است. مادر چقدر خوشگله. اینم همه میوه های عجیب غریبه، چقدر قشنگ چیدن همه چیو، چه باحال. بچه اینا یه مدل قارچه، چه عجیب. خب 2 تا سالاد کالاماری گرفتیم با 2 تا سیخ جوجه و آب نارگیل. چه سفته، خیلی بزرگه. کالاماری میشه پای فکر یه مدل ماهیه که مدل 8 پا هست. بس بریم کار کنیم. خب این پنیر شکلاته، بریم بازش کنیم. من یه ویدیوی خیلی قدیمی از کوروش دیده بودم و یادمه که یه ترکیبای عجیب رو با میان امتحان می‌کردن و یکیش پنیر و شکلات و کوروش گفته یه ایده جدید میخوام نوآوری کنم و پنیر و شکلات، ولی یکی زودتر از شما این کارو کرد. دیگه بریم امتحانش کنیم. فکر نمی‌کنم خیلی چیز خوبی در بیاد. خب یه گاز میزنیم ازش. نه خدا خیلی خوبه، ترکیب خیلی باحالی داره. یه مقداری شوری پنیر رو داره و با اون شیرینی شکلات میکس شده، یه طعم خیلی باحالی گرفته، ولی بیشتر به طعم شوریه تا شیرینی. دوباره نه واقعا ترکیب باحاله، ولی چیزی نیست که آدم بتونه حالا مثلا به عنوان یه صبحونه بخواین باشون بخورید. بیشتر مثل اسنکه. خب
الان سبام امتحانش کنه. خوبه آره، ولی با نون نمیشه خورد دیگه، کاملا مثل دسره، اصلا مثل چیز نیست، پنیر صبحونه نیست. این یکی بچه پنیر لیموه، توش تکای لیموه. فکر میکنم که خیلی باید مزه چیزکیک نیویورکی که توش لیمو هست باید بده. اینم امتحانش کنیم. خب این امتحانش کنیم. به پنیر شیرینه، پنیر شیرینه و دقیقا مزه چیزکیک میده با حالا مزه لیمو. مزه لیموش غالب نیست ولی خیلی باحاله. اینم باز بانو نمیشه خورد، یعنی فقط حالا کنار بعد از حالا غذا با عنوان دسر میشه خورد، ولی باحال بود. من شکلاته رو بیشتر دوست داشتم، شکلاته بهتر بود. آره انگار که شکر زدم. نظرت این بهتره یا اون شکلاتیه؟ هم شکلاتی. آره. قسمت خیارشور میفروشن، من تا حالا ندیده بودم یه قرفه فقط برای خیارشور باشه. بچه خردل واقعا این مدلیه، خردل اینه اصلش. اینم گله تو خوشگله. اینم بچه اومدی اینجا سس داره. بچه این قایقه کوچولو میبینید که راه میان، اینجا برید سوار بشید. فکر کنم نفر $6 تیکت میگیرید و میتونید جاهای مختلف داونتاون رو برید باهاش، خیلی باحاله. ما تموم شدیم بریم سمت کافی شاپ و هر وقت میام اینجا انقدر زنده است، همه آدم ها میان که حس خیلی خوبی میده. کافی شاپ رو ببینی خدا. ساعت 9 و ما از کافی شاپ اومدیم، داریم میریم خونه. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. اگر هر نظری دارید بر من بنویسید و ترکیب پنیر و شکلات رو امتحان کنید. Love you, bye bye.